سلام، حال شما چطوره؟ ماچ بهتون. من آماده شدم که بریم سر کار. دوباره براتون بوس میفرستم. یه چای زدم بر بدن و اینجا یه آهنگ ریز حماسی هم گوش بدید. امیدوارم که اوضاع ذره بهتر بشه برای هممون. و رسیدم فروشگاه اول رام ندادم به خاطر اینکه معرفی نامه همرام نبود و اینجا منطقه نظامی بود. همکارم گفت اشکال نداره، بیا بریم نان سحر پل سر براش شیرینی بخرم خوشحال شی. البته میدونه که من شیرینی هیچ وقت جز مورد علاقه هم نیست و همونقدر که میبینید خوشحالم الان با شیرینی الان. خلاصه که خیلی خوشمزه بود بچه‌ها. اینجا این دوستمون رو دیدیم که روز اول کاریش بود و ما سعی کردیم بهش انرژی بدیم با مسخره بازی فراوان. بعد رفتیم جشنواره بک تو اسکول هایپرمی رو دیدیم و به عنوان بچه رفتیم که بادکنک بگیریم و بالاخره که کودک درون چی میشه میدونی. خلاصه اینا خیلی خوشحال شاد و خندون گرفتیم. آقایی بهمون لطف کرد اینا داد. بعد اینکه ما خیلی خوشحال بودیم چون اینا با لاکامو ست بودن. بعد اومدم خونه نهار خوردم، مشتی با ماست، برای همسایمون شکلات ریختم، گلامو یه ذره مرتب کردم، آب بهشون دادم و کارای این شکلی کردم تا بعد از ظهر شد. اومدم سراغ کارای خونه که تمومی نداره. به نظرتون چی میشد اگه واقعا سرعت کار کردن توی کارهای حوصله سر بر همانقدر زیاد بود مثل کارهای خونه؟ ای کاش واقعا میشد. خلاصه دیگه سینکو شستم و یه سری بر وسیله‌ای که دیگه تو ماشین ظرفشویی نذاشته بودم و شستم. این شلنگر رو میبینید ما خیلی دوستش داریم اینو. این پورتابله واسه تصفیه آب، یه چیز تو مایه پات فیلر واسه ما عمل میکنه. همکنون توجهتون رو جلب میکنم به ADHD. نگاه کن بطریون پشت سر پر شده و مثلا حواسم نیست. الان تازه فهمیدم. این که شما دارید دورتون میبینید من بعد 3 دقیقه تازه فهمیده بودم. بعد فوش دادم، یعنی تا ساعت‌ها داشتم فوش میدادم به ADHD. دیگه همین دیگه. واسه شام داشتم غذا میپختم و جاتون خالی یه عدس پلویی داشتم میپختم. برنج خیس کردم و عدس گذاشتم به پز و این داستانا دیگه. اینم شام خوردیم و گفتم خب دیگه برم آرایش مارایشو پاک کنم بریم آماده شیم برای مثلا روتین پوستی که الان توجهتون جلب میکنم به روتین پوستی 1 مرحله خودم. صورتمو شستم، مسواکمو زدم و همین. صورتمون رو خوش میکنیم، خیلی عالی و جذاب با دقت فراوان و مرطوب کننده میزنیم و بالملم و تموم میشه همه چی. قربان شما، شبتون بخیر، خداحافظ.